دوره خب این بینیا رو باید گردن بگیری که بینیا چیه و ما آوردیم دفاعی آمپول در میاد میگیره تو عجب تیم شهروندی چی گل با هم برمیداری سخت‌تره ها. من بهت رأی میدم. میدونی چه صحنه‌ای تو بازی میخوام بعدم در بیارم؟ به قدیریان گفتی بین من و آروین چه من انتخاب کردی؟ دوئل سختیه. اشریش رسیده با بودی با 4 تا رأی تأخیری. تو میگی نه احسان تو شهروندی اشتباه میکنی ها. اینا مافیا نیستن دارن منو میفروشن. تو که بگی احسان مافیاست که داداش. احسان من به نظرم مشکوکه بین 2 و 3 که حتما مافیا. این نیمه نهایی نیست که مثل این سفره خونه‌است که من با دایی و خالم میرم. دایی همیشه میفهمه خالم چه به ما میگه. تو هم میفهمی که ایوان چه. خواهی با هم مافیا. نه ما رو باشون دفاع نه. خیلی پولیشی. خیلی چیکار می‌خوای بکنی؟ نمیشه. چیه؟ شما گفتی آقا من نمیفهمم. شما گفتی آقای قدیر بابا کلم میزنی شبیه خلاف کنم. هویتم شهروندی تو این بازی. چیکار داری می‌کنی؟ صادقی و تک رأی امروز نکنید تو شهروندی کاتی هست. 4 رأی میاره صادقی. من خودم میخوام رأی بدم. خب سیفه. کاتر ولمون کنی. مرسی بخوابم. رد شده بازی از رومونا. نشستیم یه گوشه همه دارن تو سر کله هم دیگه میزنن. بیننده لژندری هم هست. به من گفته بود میری تو برنامه بگو منو دعا کنن. ایشون دچار آلزایمرن. پس از مردم هم میخوام حتما دعاشون کنن. بارها هم نصف شب من دیدم بعضی از لوازم خونه یادش نمیومد. داد میزد این مالکیه این مالکیه و بنده خدا دیگه یادش رفت. لای تارگت ریزه از رو لباس به شما زد.